سلام، شب بخیر دوستای عزیزی که ویدیوی مرا میبینن و به سمتی که زندگی میکنن. اگر شب از برشان شب بخیر، اگر روز از برشان روز بخیر. احمد سمیم شیرزاد هستم. یک تعداد دوستا امرای ماشنایی دارن و مرا دیدن و یک تعداد دوستای دیگه هنوز امرای ماشنایی ندارن و از نزدیک ندیدن. دوستای عزیز، ما چند سال اخیر میشه که در اسلام آباد پاکستان در سفارت مختلف در بخش‌های مشورتی و ترجمانی کیسا که مخصوصا کیسای مهاجرتی بوده فعالیت میکنم با تیمی که داریم و به اساس همون سلسله فعالیت ها از تجربات و موضوعاتی که با ما روزانه رخ میته و در جریان پروسه کاری ما کسب میکنیم او رو میخوایم با دوستا در هر مرحله که شما شریک بسازیم. اما متاسفانه به اساس زیاد بودن شرایط کاری دیگه قدر وقت زیاد پیدا نمیکنیم که امروز دوستا بس طریق یک ویدیو صحبت بکنیم یا مکررن ارتباط داشته باشیم. باز دوستا زیاد شکایت هم از ما دارن که تماس رو با وقت جواب نمیتونم. البته او کلش از اساس مصروفیت است. گرچه وادی ما دیشب بود که ما ساعت 5 بجه به گروه پست همین ویدیو رو شریک میسازم، اما متاسفانه به نظر به پس سلسله موضوعات و مشکلات نتونستیم اون موضوع رو تکمیل بسازیم و امشب خواستیم که ویدیو رو جور بکنیم. البته هدف از ساختن از این ویدیویی بود که سلسله سوالاتی که دوستان گروه مطرح کردن اون سوالاتشان جواب داده شد که معمولا و مخصوصا اکثریت سوالات مرتبط با و مربوط به موضوع ترافل بن فیلی است که متاسفانه تمام افغانای عزیز ما شما را تحت تاثیر قرار داده. البته اکثریت کسا را در بعض صفحات اجتماعی از طرف سازمان‌های مختلف توصیه به این میشه که شما باید اینترویوتان نتین و منتظر ازی باشین و توقیق پرتین، چون که فعلا لتر یک به شما داده میشه و لتر 212 اف است که این قابل از این نیست که مثال شما دوباره اپیل بکنین و شما دوباره درخواست بدین و از او خاطر شما را میخوان که اینترویوتان سپری نکنین. اما در جایی که ما شما هستیم باریکی‌های مختلف وجود داره که ما تمام از اون امرایتان شریک میسازم. شاید ویدیو ما کمک طولانی تر هم باشه دیگه از شما تقاضا میکنم که رو به فکر آرام و در ضمن با حوصله‌مندی گوش بکنین. بعد از اون تصمیم نهایی رو خودتان بدم قابل سرنوشت خودتان میگیرین. اینجا نه من کدام عمل اجرایی دارم و نه کسای دیگه که بر شما مشوره میده، چون هیچ کس از این افراد اشخاص را که شما در تیک تاک میبینین یا بر شما مشوره از دور دست میتن، هیچ کدام از اینا مشوره حقوقی نیست و هیچ کدامشان نمیتونن مشوره حقوقی بتن براتون تا زمان از اینکه وکیل شخصیتان نباشن، بعد از اون کیستان رو بررسی نکنن و نبینن شرایط خاصی که شما رو نفهمن، بعد از اون نمیتونن بر شما مشوره حقوقی بتن. بنابر از این موضوعات رو که ما با شما شریک میسازیم، این موضوعاتی است که بر اساس تجربه و بر اساس تحقیقات شخصی خود بنده بوده و می موضوعات نمیخوایم سر هیچ کس تحمیل شوه و قابل تحمیل سر هیچ کس نیست. تمام افراد اشخاص میتونن مشوره ما رو گوش کنن، از دوستای دیگر هم گوش کنن، بعد از اون آخر هر تصمیمی که خودشان میگیرن و میفهمن به شرایط منحصر به فرد کیس خودشان قابل تطبیق است و میتونن که اونم یک راه سیفتر و امتر برشان باشه، امور میتونن پیش ببرن. خب اول سوالی که شده من میاد گروپ شده ایره جواب میتونم، باز میام میاد خلاصش میکنیم. اکرمی صاحب دوست ما پرسان کرده که سلام شیرزاد صاحب، ما قبل از اینترویو بری کردیم و برای پروسس گرفتیم. شما که هر روز با کنسولر حاصل کار دارین، پروسه چی رقم خواهد شد؟ ما طوری که میبینیم پروسه رو به اتمام و ختم روان است. سعی کنین اکرمی صاحب، پروسه رو به اتمام و ختم روان نیست. این پروسه است که خانه‌های تکمیل میشه. اگر حال نشه یک سال بعد میشه، یک سال بعد نشه 2 سال بعد میشه، 2 سال بعد نشه، اگر حکومت تغییر بکنه دیگه رئیس جمهور به اونا پس دوباره اجرایی میکنن، چون یک موضوع مهم است که بلند شده ممکن است که اینا دوباره باز چالش شون این موضوعات و سبب ازی شود که فرانسوی پروسه پس دوباره نرمال شود. همون کسایی که لیتر تو جی گرفتن در هر تاریخ گرفته باشن، متاسفانه اونا باید انتظار بکشن، شاید در نزدیک شاید به یک ماه، به 15 روز یا به کنیم ماه یا 2 ماه بعد باشن از طرف سفارت ایمیل بیاید اونام کیسایشان این الیجیبل شناخته شده تحت ماده 212 اف. و ماده 212 اف چی است؟ ماده 212 اف که است یک ماده از قانون ایالات متحده امریکا است که رئیس جمهور صلاحیت می‌دهد است که تحت بعض شرایط خاصی که ورود اتباع بعضی کشورها داخل کشور امریکا سبب از این میشه که امنیت داخلی امریکا به خطر مواجه شود و سوشال سکیوریتی امریکا به خطر مواجه شود، باز رئیس جمهور صلاحیت میتن که همون کشور مانع شون از سفر یا کوشش بکنن که امریکا سفر نکنن، که فعلا به اساس اونمون حکم همون ماده دولت امریکا قیودات بالای افغانستان و چندین کشور دیگه وضع کرده. این موضوع که اصلا قبلا امرا با عراق هم شده بود در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، که این موضوع 3 ماه در بر گرفت. بعد از 3 ماه باز در جریان از این موضوع اتفاق افتید، باز وقت محکمه های ایالات متحده امریکا بسیار سریع عمل کردن، این چالش کردن و بعد از پروسس شد. بعد از 3 ماه باز عراق دوباره از لیست برآمد
و تا جایی که ما تحقیق کردیم کسایی که در عراق اینترویو داده بودن، شهروندای عراق، اون وقت عین لیتر 212 اف دریافت میکردن. اما زمان ازی که امی پروسه دوباره نرمال شد، اینا کیسایشون از اون جای پیش رفت از جایی که ختم شده بود. یعنی یک نفر اگر اینترویو داده بود از اینترویوش پیش رفت، یک نفر اگر قرار بود ویزا براش پروسس شه از ویزاش پیش رفت. در حسب قانون 212 اف ای است که زمان ازی که یک کیس تحت قانون 212 اف ریفیوز میشه یا ان الیجیبل غیر واجد شرایط شناخته میشه، تنها راه حل از است که دوباره باید این درخواست خود از سر بده و از سر پروسس بکنه که موضوع فعلا در شرایط سیبی ممکن نیست، امکان پذیر نیست، چون اپلیکیشن نو بند است و شما نمیتونید دوباره درخواست بدین. اما در آینده اگر فرض مثال رئیس جمهور بخواد که این موضوع رو اوسو بکنه یا رئیس جمهور دیگه بیاد، باز راههای بدیل وجود داره. تو رئیس جمهور که میتونه به یک حکم تمامش بند بکنه، میتونه به یک حکم بخی آردر بکنه که تمامش، باز اگر بخواین راه برش جور میکنن. حالا میایم سر موضوع دیگه که ما اینترویو بتیم یا نتیم. یک تعداد کسا متاسفانه که بدون از اینکه اطلاع بتن سفارت که ما در اینترویو اشتراک کردن نمیتونیم، اونا در روز اینترویو نمیان و این آمدن به معنای از است که اینا عمدن خودشان به اینترویو حاضر نشدن و ممکن است ریسکیجول اینترویو از اینا چون ماها در بر بگیره که این ریسک باز دوستا باید گرفتن نمیتونن به خاطر اینکه تعداد ویزا که ویزای پرینسیپل اپلیکنت سایوی است و تعدادش کم مانده و اگر اینترویو با وقت دریافت نکنن باز چانس ازی است که فرض مثلا تعداد ویزای کم با کسایی که قبلا اینترویو داده از اینا که بیشتر باز اونها توضیح شه و دیگه ویزای نمونه و کیس از یوم به سرنوشتی مونه. و دیگه مورد دیگه هم است که اگر فرض مثال شما اینترویو بدین، این امکانات شما است که شاید باز کسایی که ورق 212 اف گرفتن دیگه هیچ گاهی اون ویزا ندن. ریسک هم این طرف وجود داره، طرف 212 اف هم طرف از اینکه شما اینترویوتون پستپون بکنید، یعنی هیچ کدام راه ازی فعلا امن و سیف نیست. بنابراین شما باید تصمیم بگیرید که کدام از این موارد به شما قابل قبول است که با شما تنظیم بکنید و تطبیق بکنید. بنابراین این مورد ما خودم شخصا اینترویو می داشتم، شخصا البته ما خودم میگم، ما ترجیح میدادم که برم اینترویو خود بگیرم. اگر در آینده یک تغییر مثبت میاد از 27 نوامبر تا بالا به صدها نفر از فامیل ها اینترویو داده و حتی شاید تعدادش به 1000 فامیل هم برسه، باز این 1000 فامیل حتما درباره یک تصمیم گرفتن میشه. این معنی نیست که اگر دوباره واس شود تمام کسا انتقال بدن و 1000 فامیلی که قرار است که بیاد لیتر 212 اف بگیره اینا رو اینجا باقی مانند. و میمانه در مورد کسایی که فعلا افغانستان هستن و تا نوع اینترویو خود دریافت نکردن. کسایی که در افغانستان هستن، کسایشان در NVC، سایر کسایشان دولت ریدیستان و اینترویو دریافت نکردن، اونا منتظر از این باشن که چه وقت برای زیان اپاینتمنت میده. اگر تا زمانی که برشان اپاینتمنت داد مشکلات حل شده بود، چون که حداقل اپاینتمنت اینترویو به شما میده یک ماه بیشتر به شما اطلاع میده، یعنی شما یک ماه پلاس چند روز دیگه که تا که اینترویو تان میاد وقت دارین. شما باید منتظر باشین و منتظر ازی باشین که تا وقت چی تغییرات میاد. اگر تغییرات وجود نداشت و نامده بود، باز توصیه ما به اون کسایی که از افغانستان میایست که همون اینترویو خود اشتراک نکنن اگر توان اقتصادی درست ندارن، چون که فعلا هر دو جنا معلوم نیست که کار شما نتیجه میده یا نمیده. اگر اشتراک کنیم معلوم نیست که نتیجه میده، اگر اشتراک نکنیم معلوم نیست که نتیجه میده یا نمیده. بنابراین یک نفری که فرض مثال از افغانستان میاد او تقریبا 10-15 هزار دلار یک فامیل که باشه حداقل مصرف میکنه بالای ویزای خود و بالای تیکتای طیاره خود که بیای که یک مصرف گزاف است برای یک فامیل و بسیار کسا نمیتونه میره تحمل بکنه و اکثریت شب قرض میگیرن از مردم و تا خانه خودم میفروشن، موتر خودم میفروشن که فعلا در شرایط فعلی ارزش نداره که شما قدر ریسک کلانه بگیرین. سرطان بهتره میاد که سایه افغانستان است که اینترویوتون رو پستپون بکنین. اگر احیانا روز باز میشه و تمام پروسه نرمال میشه باز شما میتونین بین پروسس بکنین و حداقل شما با میگید اطمینان میین که فرض مثال مگه میایم شاید کار میگ نتیجه بده یا اگر نتیجه نتایج هم براتون وقت معلوم میشه. همون کسایی که قبلا از افغانستان آمدن در پاکستان و اینترویو برشان تاریخش میاد، اونا باز چایس دارن که اشتراک بکنن یا اشتراک نکنن، نظر به شرایطشون یا مشوره با وکیل دارن، با وکیل خود تقریبا میکنن که چی تصمیم میگیرن. اما این موضوعات دیگه شما مد نظر بگیرن که ممکن است باز دیگه وقت اینترویو بر شما مساعد نشه. و یک تعداد سوالای دیگه که ما ببینیم که ویدیو دیدم خیلی طولانی شد و خودم هم ویدیوهای طولانی رو گوش کنم خسته میشم، باز زود که اسکیپ میکنم، شما هم شاید اسکیپ کرده باشین تاله. یکی از دوستای دیگه من خیلی پرسان کرده کسانی که 3 ماه قبل اینترویو دادن ورق 220 را را گرفتن و با پروسس اداری رفتن، پروسس آنها ادامه دارد یا پروسس آنها متوقف است. لیکن این کیسا پروسسش ادامه دارد، نیست که فرض مثال شما اینترویو تان گرفتن نشه یا شما کیستان اگر در پروسس اداری رفته باشه و پروسس نشه، این موضوعات تمامش ادامه داره، پروسه کیسا به شکل نرمال ادامه داره. اما داخل کسی که اینترویو میته داخل میگن این الیجیبل استی برای تو فعلا ما ویزا دادن نمیتونیم. اما کسایی که قبلا اینترویو دادن اونا پروسه اداریشون تمام، کیسشون تکمیل میشه، داکومنتشون تکمیل میشه، اما داخل باز این مورد برشان بخش میشه. یکی از دوستای دیگه ما سوال کردن، سلام شهرزاد سبیرامی، به ما
نی حادث 12 اف و مانی بسته شدن کیس و دام پروسس ویزا است یا نه. در صورت سپاری نمودن اینترویو وقت این ورق اگر پروسه نرمال شود بعد از هر مدت زمان چه کوتاه چه طویل به صورت نرمال ویزا شو خواهد شد یا ضرورت به اقدام از طرف صاحب کیس خواهد شد. چون در آیرف واضحا بیان کرده است که این جواب نهایی و رد نهایی بوده و قابل دادخواهی نیست. برای نمودن اینترویو نفس اضافه سعی کنیم. ما قبلا در ویدیو براتون گفتم که 212 اف اساس قانون این قابل از این نیست که شما بس دوباره در اپیل بکنین و درخواست بدین که ما فرانسوی تصمیم شما را قبول ندارم. این یک تصمیم است که اساس از این میگه شما واجد شرایط نیستین فعلا ویزا نمیتین مگه باور ندارین برین پس سر پروسس بکنین پس سر اپلای بکنین. اما این یک سناریو جداست و تصمیم ریاست جمهوری یک سناریو جداست. است زمانی که یک رئیس جمهور تصمیم میگیره که ویزا ندید اون مقدر صلاحیت دیگر داره که بخی وارد کنه در طیاره ببریده. اما پروسه یا پروسیجرهای خاص وجود داره که اگر اینا بخواین آینده انتقال بدن اگر قانون نامه 212 اف اجازه انتقال داده نشه باز میتونن که از کاتگوری دیگه کمک بگیرن مثل پارول بدن به کسایی که فعلا نیازمند هستن یا نوعیت ویزای دیگر ایجاد بکنن که اینا رو کمک میکنن که در قسمت انتقال شون. اما اگر تصمیم به بردن شود کس را نمیمونن. اگر تصمیم به بردن نشه دیگه باز هیچ کس بردن نمیشه تو میمونن کلیگی. بنابراین فعلا که اگر اینترویو بتینم دمو کشتی سوار هستین اگر نتینم دمو کشتی سوار هستین. اما به خاطر ازی که اگر در افغانستان هستین و آمدنتان تایج بسیار مصرف گزاف میشه خب بهتر است که نبین و تعویق برتین. اگر نیک پاکستان هستین به نظر شخصی من میتونه آدم اینترویو خود بده اما بازم نظر ما قدر مهم نیست و قدر تصمیم خودتان مهم است. شما خودتان باید تصمیم بگیرین چون یک موضوع سرنوشت ساز است. شما نظریات کلی را گوش کنین از مرا از دوستای دیگر را میتونین با وکیل مهاجرت مشوره بکنین و بر اساس از او شما چی بکنین تصمیمتان بگیرید. دیگه دوست ما سوال کردن که سلام علیکم جناب شیرزاد صاحب تشکر از اینکه ما وقت دادین تا سوالات رو همراهتان شریک بسازیم. ما دو سوال داریم. یک اینترویو ما در ماه سپتامبر سپری شد. روز اینترویو پاسپورت های ما رو گرفت تا فعلا از سفارت از یک بار ایمیل کردم جواب نداد. مشورهتان برای ما چی است؟ دو کیس ما از تاریخ 25 دسامبر و بعد در سایت سیک چک نمیشه. علتش چی بوده؟ ذکر این کیسا که چک نمیشه معمولا ایسوی که تغییر میکنه معمولا بعض دیتا آپدیت میشه و بعض پروسیجرهای آیتی که هست بعض دیتا باید اپدیت شه و دیتا که اپدیت نمیشه باز بعض دیتا که در داخل اوجه سایت وجود داره او رو لود درست نمیکنن. اما بعض از کسا را کیساش نشان میده بعض کسا را کیساش نشان نمیده. او رو تشویش نکنین آینده نزدیک و جور میشه و وقتی از دوستان میتونن به خاطر از اینکه دیتا خود ببینن میتونن از کیس ترکر استفاده بکنن. از اینکه شما در ماه سپتامبر اینترویو دادین تا هنوز پاسپورتتان نزد سفارت است اما هنوز هم که وقتی که مانده باشه اسنادتان پیش شما به کاتگوری شامل میشه. تاریخ دی وجود داره تاریخ میتن اینترویوهاتون هم میشه پروسه مدیکالتون هم بند نیست. فعلا پروسه مدیکال هم اجرا میشه از اون ناحیه پروسه پیش میره فقط داخل پروسه بر شما ویزا نمیدن. دوست دیگه سوال کرد با توجه به شرایط فعلی وضعیت پرونده من چگونه ثبت میشود؟ آیا پرونده موقتا معلق میمونه یا بسته میشود؟ اگر پرونده تحت بند 221 اف که 221 اف نیست 212 اف است قرار بگیره تا در آینده دوباره بررسی میشه. یعنی در صورت تغییر پلیسی از چی طریقی به ما اطلاع داده میشه؟ فعلا اگر پلیسی تغییر بکنه چون که ما روزانه بعد از اینترویو از کنسولارا پرسان میکنیم ما امرتان از طریق ایمیل ارتباط میگیریم که چیز تغییرات نو که یا چیز نیازمندی که ما می داشته باشیم از طریق ایمیل امرتان ارتباط میگیریم. دوست دیگه ما سوالشان این است که مدت 5 ماه شد که به پاکستان کیسم را تبدیل کردم تاییدیش آمده و که هیچ ایمیل و دیگه هیچ ایمیل آمده. البته من یک بار واکسین اینترویو هم دادم در کابل و از مشکلات پیش آمد نشد. حالا شما برام یک نظر بدین. کسی خود تبدیل کرده به سفارت پاکستان منتظر باشن تا زمان از اینکه سفارت پاکستان به اساس نوبت برشان اینترویو میده. این تمامش فرست اند فرست بیس است. اونا وقتی که شما درخواست میتین و پاکستان می انتقال میکنه به سفارت اسلام آباد سفارت امریکا در اسلام آباد در وقت شما شامل یک لیست میشین. لیست انتظار است که بر اساس زمان لیست باز آهسته کسای دوستا را برشان چی میتن اینترویو میتن. شما یکم حوصله بندی داشته باشین چون اکثریت فشار کیسات در سفارت امریکا در اسلام آباد پاکستان آمده چون که تعداد کثیری از افغانایی که میخواستن کسای خود از طریق اسلام آباد پیش ببرن کسای خود تبدیل کردن و حال خوب شما در ایمیل میگه که 4 ماه 5 ماه منتظر باشین اما او هم تایمش معلوم نیست. شما هم ممکن است که از او که بیشتر انتظار بکشین. اگر فرض مثال کیستان در انگلیسی باشه انگلیسی خو هنوز مدت ها بیشتر وقت میگیره تا اینکه در سفارت اسلام آباد در سفارت امریکا در اسلام آباد براتون نوبت برسه. جناب شیرزاد صاحب اینترویو ندادن به نفع ما خواهد بود یا به خاطر خبرهای ضمن قیمت نشدن اینترویو به طریق انداختن میکنه به نفع ما است؟ نظرات رو شما چیست؟ رسولی صاحب این سوال کرده سعی کنین شما چند مورد مد نظر بگیرید. یکی خو اینترویو که اگر نتین
اینترویوتان به طبیعت میفته، اما شما نیاز است که سفارت شریک بسازین با این مورد و ازشان درخواست بکنین که اینترویوتان رو لغو کنن. اما این اینترویو رو تا چه وقت لغو کنه؟ یک بار لغو میکنین، دو بار لغو میکنین، سه بار لغو میکنین. خب آخر سفارت هم میگه که مثلا چی مشکل است که شما به اینترویوتان اشتراک کردن نمیتونین. اگر پستپاند کرده برین یک چانس دیگه وجود داره که مثلا هیچ نوبت اینترویو دیگه براتون نرسه، بازم شما ماها منتظر اینجا می باشین و داخل هم نوبت نمیرسه براتون. اما اگر که برید باز یک ریسک وجود داره که مثلا شاید لیتر که براتون بده داینده شاید هیچ ویزا نتیتان و ممکن اگر نرین ممکنه زی است که شما شاید هیچ ویزا دریافت نکنین دیگه. ما قراری که در قبلا هم جواب دادم، ما شخصا خودم اگر کیس خودم می بود من اینترویو خود اشتراک میکردم میرفتم، بعد میدونم که چه تصمیم درباره ما گرفته میشه بعدن. البته این نظر شخصی است، ما بس اساس نظر شخصی خودم گفتیم. دوستای دیگه که تصمیم میگیرن چون کیسای هر کس مختلف است، شرایط هر کس مختلف است، اونا میتونن خودشان بر اساس تصمیم شخصی خود کیس خود پیش ببرن که اینترویو میتن یا اینترویو نمیتن. اگر اینترویو میتن اون تصمیم شخصی خودشان است، اگر نمیتن شخصی خودشان است. فقط ما مشوره رو که چون شریک میسازیم، اینو گپای ما رو گوش کنن، از دیگران هم گوش کنن، حتی اگر میتونن با یک وکیل مهاجرت هم که رسمی است امروز اونا مشوره بکنن بعد تصمیم میگیرن. دیگه سوال بوده که سلام خدمت تمام اعضای گروه، یک سلام خدمت شیرزاد صاحب. در گفتم این پروسه سوی قدر اخبار عقد شده گروه ها گذاشته میشه باشه، ما بهتر معلوم است. امید است که دوباره پروسه سوی نرمال شود و ویزا بده. اگر معلومات دارین لطفا شریک بسازین و همچنان اگر دارین فکر کنیم در ارتباط با نرمال شدن پروسه هیچ کس معلومات نداره، اما امیدوار هستیم که نرمال شود، به خاطر از اینکه کسایی که در کیس سیوی هستن، کیسای سیوی، کیسای اسپیشال ایمیگرنت ویزا، کسایی است که با دولت امریکا در شرایط بسیار سخت افغانستان همکاری داشتن، کار کردن، جانشان در خطر انداختن، جان فامیلشان در خطر انداختن. این ممکن نیست که اینا رو انتقال ندن، درست است، اما شاید یک پروسیجر قوی تر بیارن، شاید یک ویتینگ پروسس قوی تر جور بکنن و شاید هم به یک طریق اینا رو انتقال بدن که حداقل چه کمیتی و بررسی درست صورت بگیره که در آینده به امنیت داخلی کشور امریکا تاثیر منفی نکنه. اما این پروسه وقت گیر است، ممکن است 1 ماه بگیره، 2 ماه بگیره، 6 ماه بگیره. قرار که من قبلا هم گفتم که قبلا عراق شامل بود، حداقل 3 ماه در بر گرفت بعد از اینکه در ترافل بان اسایوی شامل شده بود که اسایوی از ترافل بان میکشن و هم بر اساس دست دادخواهی که از طرف دادگاه و نهادهای ملی و بین المللی صورت گرفت بعد از این موضوع تطبیق شد. و اکرمی صاحب یک پتیشن هم شریک ساختن در گروه که پتیشن هم میشه که مثال شما در بعض جای ارسال بکنید. اما بهتر از این است، مشوره ما بر شما است دوستایی که فرض مثال سفر کردن، ویزا گرفتن، مکتب از فامیلا و مشتریایی که کیسایشان ما برشان پیش بردیم اطلاع داریم که اونا تفلکایشان اینجا مونده، اعضای فامیلشان اینجا مونده. شما باید یک داستانه زندگیتانه که این پروسه چقدر تاثیر منفی بالای روابط فامیلی شما کرده و چقدر شما رو درد داده و چقدر شما فرض مثال سخت بوده که اولادتان اعلام بکنین، سخت بوده که خانومتان اعلام بکنین، سخت بوده که فرض مثال بقیه اعضای فامیلتان اعلام بکنین به اساس مشکلاتی که پیش شد اونا ویزا دریافت نکردن. اگر داستانه از اینا نوشته بکنین، شریک شوه با رسانه‌ها بخش شوی، بهتر است از اینکه فرض مثال ما شما تو هیچ شکایتنامه و پتیشن درج بکنیم، چون باید موضوعات مشکلاتتان جنبه احساسیش بتیم از اینکه فرض مثال جنبه رسمی و سیاسی داده شود باشه. فرض میکنیم یکی از مشتریای ما بیچاره یک تفلک بسیار خوردش، چون که ویزاش نمروزی که ویزاش شروع شد یک مشکل داشت و به اساس زمان دیگه ویزا که بند شد برای دخترک ویزا ندادن، بقیه اعضای فامیلشون ویزا دریافت کردن. این دوست ما مشکل مجبور به این شد که تفلک خوده در کابل بانه و مجبور شد پرواز بکنه دیگه. اگر هر قدر مشکل بوده باشه، این کل افغانستان مشکل داشته باشه، افراد افغانستان مشکل داشته باشه دیگه، یک طفل 2 ساله گناهش چی است؟ او از دنیا هم خبر نیست، 1 ساله 1 نیم ساله که بتونه از فامیل خود جدا شه، جدا از فامیل خود تحمل بکنه، یا فامیلی که پدر مادر است بسیار سخت است برشون که اولاد خود اعلام کنه. شما اگر چنین داستانایی داری یا همکارا و رفیقایتان به چنین شرایط مواجه شدن، میتونین این داستانای خودشون نشته کنن، با رسانه ها شریک بسازن. این موضوعات که است از موضوعات ایموشنال است، زودتر اثر میکنه تا این مورد رسمی که پتیشن‌های رسمی نشته میکنین، کامنت میکنین. در غیر از او خود دولت امریکا بخش محکمه یا دادگاه هایشان اینا اقدام میکنن، شما منتظرشان باشین. باز میبینید که فن سال در آینده باز نتیجه چی میشه. امیدوار هستیم که نتیجه مثبت باشه. در ما میشه اینترویو دادیم و کلیپی گرفتیم پروسس از او از 221 به دوست ما زیاد رحمان جان سوال کرد که میگه در ما میشه که ما اینترویو دادیم من ایپی گرفتیم و آیا 221 جی ما به 212 اف تبدیل میشه؟ فکر کنین زمان از اینکه قانون نو تطبیق میشه
در سفارت هر کسی که باقی مانده به هر دلیلی که باقی مانده اونا مکلف به دریافت همین چیز میشن، همین برقه 212 اف میشه. اما این به اساس نوبت دیگه روان میشه. مثال شاید به صدها و هزاران نفر دیگه پروسه بالا بانده باشه دیگه. ممکن است یکی زود دریافت کنی ورقه، یکی دیرتر دریافت بکنه، یا یکی فرض میکنیم هیچ دریافت نکنه می ایمیل. اما اکثریت کسا دریافت میکنن و از طریق ایمیل 212 اف. دوست دیگه ما چندین سوال رو مختلف کردن که یکی از سوالاتش است که در وقت آوردن پاسپورت از افغانستان به پاکستان کدام مشکل ایجاد نمیشه زمانی که صدور ویزا آغاز شد. فکر کنین اون تعلق به این داره که شما پاسپورت کیمیا را و قسم انتقال میتین. یکان از موضوعات چیستی که بارداریش من نمیفهم از نگاه قوانین مرزی که یک فرد میتونه که انتقال داده پاسپورت های فردای دیگه، اما از جایی که اعضای فامیلتان است میشه که انتقال بدین. اما به سفارت فرق نمیکنه. از شما هر کس از یکی از اعضای فامیلتان، عضو فامیلتان، فرض مثال پدرتان، مادرتان، برادرتان، خواهرتان که از 16 سال بالا باشه میتونه پاسپورت بیاره سفارت تسلیم میکنه به نمایندگی کلگی و دوباره پاسپورت ها را بگیره. مشکل نداره. دوم کسانی که موافقانه اینترویوشون سپری شده نظر به هم تعلیق است، نظر شما چی کنن؟ فکر کنین تعلق به این داره که شما در افغانستان امن هستین، در پاکستان امن هستین، شرایط زندگی خودتان دیده ببینین بیادر که شما اینجا منتظر مانده میتونین یا که شما وضعیتتان بهتر در داخل خود افغانستان است. البته وضعیتتان در داخل افغانستان خب معمولا بهتر نمی باشه، مشکلات امنیتی خود کلگی داره، اما هر جایی که با شما امن‌تر است، خوبتر است و میتونین خودتان امن نگاه کنین، اونجا برین بهتر است. سوم پس سوالشان که اسم پرواز از افغانستان به امریکا در صورت داشتن ویزا کدام مشکل نیست. بعد فکر تا فعلا ما کسی که ویزا داشته از افغانستان پرواز کرده مشکل نبوده، اما آینده شما چیز گفتن نمیتونیم چون پالیسی عدالت تغییر است. میشه که فردا تغییر کنه، میشه پس فردا تغییر بکنه، به چیز گفتن نمیشه. خاص سوالش ماشاءالله زیاد است. سوال پنجمشون کدام راه بهتر است که صدای خود به گوش مسئولین برسانیم؟ سعی کنین صدا به طریقای مختلف رسانده میشه. شما میتونین فرض مثال از طریق change.org یا میک پتیشن رسمی نشر بکنین، میتونین با رسانه‌ها بیشتر که من گفتم استوریا یا داستان‌های فامیلای را شریک بسازین که به اساس امی برنامه‌ای که فعلا تطبیق شده از اعضای فامیل خود، از اولادای خود، از پدر خود، از مادر خود یا فرض مثال از زن فرزند خود جدا شدن. این یک موضوعات میتونین شما که رسانه‌ها شریک بسازین در کنار از فرض مثال کلتان دستجمی یک درخواست درست از یک کانال درسته به شکل درستش باشه که البته یک مورد نسبتاً کنایه‌آمیز نباشه، یک مورد بسیار رسمی و اصولی، یک درخواست منظم باشه به نمایندگی از کلگی از دوستایش فرض مثال سیوی داره. البته به یک نفر دو نفر یا نمیشه، حداقل درخواست باید 6000 7000 نفر که سیوی دارن باید امضا بکنن و پروسس بکنن تا اینکه تحت توجه مردم قرار بگیره. در غیر از او به فرض مثال 500 600 نفری که در گروه ما است یا 500 600 نفری که در گروه دیگه است، تا زمانی که منسجم کار نکنن نتیجهش مشکل است. هفتم در صورت نبودن یکی از اعضای فامیل که در اینترویو کدام مشکل است؟ نه خیر، دلیل از این میتونین بگین. البته اگر مین اپلیکنت نباشه، مین اپلیکنت اگر نباشه اینترویو تا نمیشه. در صورتی که غیر از مین اپلیکنت هر عضو دیگه فامیل نباشه میتونین دلیل شده تو اینترویو بگین که ما به این دلیل نتونستیم اونا را حاضر بکنیم، دیگه کدام مشکلی نیست. باز میتونین که اونا را بگین که بعد از ما باز میان پیش کتما جای میشن یا فالو تو جاین کیس باز پروسس میشن. سوال دیگه کرده بودن که اگر مدیکال ما خلاص شود چطور کنیم؟ مدیکالتون خلاص شود شما منتظر باشین هر وقت پروسه دوباره باز شد باشه ما میتونین که دوباره مدیکالتون رو بکنین و پاسپورتاتون رو به سفارت روان بکنین. البته نام بنابر درخواست خود سفارت. ویدیو بسیار زیاد طولانی شد. امید است که شما خسته نشده باشین و موضوعات ما کوشش کردیم که تا حد امکان بر شما پاسخ ارائه بکنیم و امید است که سوالاتتان تا جای حل شده باشه.